من 5 سال پیشتر هنگام تجلیل جشن 70 سالگی استاد نهایت عزیز و گرامی، استاد نهایت دانشمند و آموزگار اصیل سید رحمان سلیمانوف یک مقاله نوشته بودم و نامش را گذاشته بودم جوری استاد به از مهری پدر. واقعا همین خیلی است. من خودم را خیلی خوشبخت احساس میکنم که در سال 1973 وقتی که من به کورس اولی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان به فاکولته فیلولوژی تاجیک قبول شده بودم، ما را به گروه ها تقسیم کرده بودند برای آموختن زبان های خارجی و من خیلی راضی بودم، خیلی خودم را خوشبخت میکردم که برای آموختن زبان عربی جدا شده بودم و یک 12 نفر بچه های ما را جدا کردند و من هم شامل آن گروه بودم و چند معلم عربی آمدند و گفتند که ما تقسیم میکنیم گروه ها را و به گروه ما استاد سید رحمان سلیمانوف مسئول شدن و ایشان از اول سپتامبر درس را شروع کردند و من بسیار خودم را در اوج آسمان در بلندی بسیار بلند احساس میکردم که من زبان عربی می‌آموزم. یکمشین که زبان عربی برای من در نظرم یک زبان پرراز و رمز بود که آن را باید آموخت و وقتی که درس های استاد سلیمانوف شروع شد من دیدم که واقعا این زبان پیچیده و مرکب را آموختن ممکن است. خب زیرا استاد سلیمانوف چنان درس میدادند که من فکر میکنم یکی از استادای خیلی زبردست مکتب عالی تاجیکستان حسابیدن ممکن است، چون من دیگر این خیلی استاد را ندیدم و استاد به ما 1 سال درس زبان عربی گفتند و بعدا در کورس دوم نآمدند و فهمیدیم که استاد به خارجه به کدام یک کشور عرب ترجمانی رفته بودند و استادان دیگر آمدند و ما که در گروه ادبیات کلاسیکی بودیم استاد شریف شمسین زاده یادشان بخیر اون کس به آموختن زبان عربی خیلی سخت اهمیت میدادند و حتی بعضا در درس ها اومده اشتراک میکردند، در سنجش امتحان هایی که ما میسپردیم از زبان عربی حتما شرکت میکردند و اون کس بسیار تقاضا میکردند که ما زبان عربی را آموزیم. اما بعد از رفتن استاد سلیمانوف چند استاد خیلی خوبی زبان عربی درس گفتم، لیکن من یک چیز را گفتنی هستم که استاد بودن یا اینکه نمیدونم دانشمند بودن، عالم بودن، عالم زبان عربی، ادبیات عربی خیلی مهم است، لیکن اون رو به دانشجو رسانیدن، اون رو درس گفتن، تعلیم دادن مسئله دیگری است، موضوع دیگری است. من فکر میکنم من میدیدم که یگان استاد دیگری زبان عربی ما مثل استاد سلیمانوف درس نمیگفتند. این کس بسیار جدی بودند، نهایت جدی، هیچ تبسم هم نمیکردند و سخت طلب میکردند، بسیار سخت طلب میکردند. خب و اگر یگان شعری فرمودهشان یا ضرب المثل مقال ها یا قطار کلمه هایی که از زبان عربی به ما میدادند و اون را اگر از یاد نمیکردیم نهایت سخت کاهش میکردند و چنان طلب میکردند، چنان جدی، خودشان مسئولیت نهایت بزرگ را احساس میکردند که اونها خودشان استاد هستند و زبان عربی تعلیم میدهند. خیلی خیلی جالب. و وقتی که ما کورس 4 سال زبان عربی خواندیم، کورس 3 را ختم کردیم، یک استاد بسیار دانشمند زبان عربی از کافدر عربی و ما درس میگفتند و گفتند که بچه ها چیکار کنیم که همین درس زبان عربی ثمره بخش شود و مثلا شما یاد گیرید و خوب تیار کنید. من جست خسته گفته بودم که استاد مثل سید رحمان سلیمانوف درس دادن در کار. اون کس گفتن سید رحمان سلیمانوف چه درس میده؟ بسیار عالی درس میده. بخیر گفته بودم. واقعا اینو من صمیمانه میگم، بدون ترس، بدون خسته گفته بودم. چرا که وقتی که استاد سلیمانوف رفته بودن ما در حسرت استاد خودمون بودیم. راست میگم همه نه تنها من، همون گروهی که سلیمانوف درس میدادن ما در حسرت استاد سلیمانوف بودیم که کاش ایشان می آمدن. باور کنید وقتی که استاد سلیمانوف در کورس اول میگفتن که اگر یک ریشه کلمه رو یابی و اگر از وی دیگر کلمه حاصل شود دان که وی کلمه عربی است، مثلا علم، علم، معلم، تعلم یا کتاب باشد، مکتوب، کتبه از کتبه، کتاب و مکتوب و کاتب و مکاتبات و خیلی این بسیار برای ما جالب بود و واقعا استاد
زبان عربی که خیلی یکی از دشوارترین زبان ها است میتوانستند که تعلیم دهند و یاد دهند. ما قریب در کورس یکم به زبان عربی گپ میزدیم و این رو من آنچه که من زبان عربی میدونم به این معنی که کلمه های عربی رو جدا کرده میتوانم و معنی آن رو تا اندازه میدونم و یا اینکه از لغت ها استفاده کرده میتوانم. همه این رو من از همون درس های استاد سید رحمان سلیمانوف میدونم. من بسیار آرزو میکنم که من امروز استاد به سن 75 سالگی رسیدن. میخواهم که این استاد نهایت دانشمند ما، استاد بسیار زبردست، عالم ادبیات عربی، زبان عربی، صحت و سلامت باشند، همیشه موفق باشند و همیشه اینکه در میان دانشجوها من ایشان رو ببینم.